سلام، وقتتون بخیر. مجید رجبیان هستم. در خصوص املاک اینترنتی میخوام صحبت‌هایی رو باهاتون داشته باشم. در کلیپ قبلی مقدمه ای رو گفتم. امروز در خصوص استراتژی املاک اینترنتی 5 موضوع رو میخوام به ترتیب براتون توضیح بدم. اولین موضوع تارگت هست. تارگت یعنی هدف. هدف ما از املاک اینترنتی چی هستش؟ ما برای آن هستیم که بتونیم با مسائلی نظیر بهینه‌سازی، افکتیویتی، افیشنسی، توانایی هایی رو که در خصوص مسائل علم ملکی هست رو برای مردم راحت تر کنیم. مطمئن باشیم با املاک اینترنتی شما میتونید موفقیت های بهتری رو به دست بیارید. اون ملک هایی رو که شاید برای به دست آوردنش روی روزانه ساعت ها تو املاک های سنتی میگردین تا بتونین یک ملک رو با سختی به دست بیارین، ما به راحتی در اختیارتون میذاریم. هدف ما راحت کردن شماست. میخوایم بهتون کمک کنیم. help to need. ما نمیخوایم معروف بشیم، نمیخوایم فیمس بشیم. ما نیومدیم که بخوایم خودمون رو بزرگ کنیم، اومدیم خدمت رسانی کنیم. اومدیم بهتون بگیم که دیتا سنتر یعنی چی، فناوری چجوری به وجود میاد، چطور میشه آدم بتونه با حد اقل امکانات و پولی که داره بتونه بهترین استفاده ها رو ازش کنه. ما با سیستم های مدلینگ و مدل سازی هایی رو که در نرم افزارهای مختلف انجام دادیم میتونیم این خدمت رو به شما کنیم. اون چیزی که اصلا فکر نمی کنین رو در اختیار شما بذاریم. ما رو دنبال کنین، به ما بپیوندین. مطمئن باشین یاری شما مردم باعث میشه که ما بتونیم خدمت رسانی بهتری براتون انجام بدیم. ما رو در کلیپ های بعدی که داریم دنبال کنین. موفق باشین. خدا نگهدار.